سلام به بچه های گل. این سری آمدیم با یه سنس ناب. اگه خوشتون آمد از این سنس و همه چیزشو بهتون میگم. این ویدیو هم یه آموزش دکمه تیر بالا کشیدم و با سنسش همه رو باتون میگم. و قبل از این که بریم سراغ ویدیو حتما لایک سابسکرایب فراموشتون نشه و بدون معلتی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها آمدید نکن. همین الان سنس رو بهتون نشون بدم. این سنسیه که من پلی میدم باش. این سنسمونه. اینم کاسومتریدی که من باش پلی میدم. اینم دکمه تیرمونه. دی پی آی هم من 360 میزنم. خب نکنین اینم قدرت های اگه میخواین بردارین. بچه ها نکنین شما نباید صاف دکمه تیرتون رو بکشین. صاف بکشین ایمتون اگه میخواین خوب هدشات بخوره نکنین. من بهتون بگم کن این تفنگتون. این ایمی که این ایم همین وسطیه یا میبینید. این ایمتون باید از این قشنگ از این قسمت به سمت چرخشی مانند از سمت راست بکشیم بالا. نکنین یعنی به چه شکل چرخشی مانند دقت کنید. من با همین شکلی میکشم. این اولین ویدیو دارم میسازم. امیدوارم کنید لایکاشو بچه نکنید. این همینه که من دارم نکن. به دکمه تیرم هم دقت کنید من چه شکلی میکشم. همین یه دستم بریم داخل بازی بهتون نشون بدم. بچه یعنی من زیاد هدشات میشه. باید این الان من میخوام صاف بکشم ببینین اصلا میشه. نکنه این صافه میخوام بکشم الان من دارم صاف میکشم. قشنگ بدونه که هیچ اینو بگیرم میخوام صاف بکشم. اینم چه شکلی میخوره اصلا صاف نکشید. بعد چیزی بگید چرخ شما نکن میشه. چی شد؟ Triple kill. این آخر اگه بمیرم بیان بیشتر آمدش بکنم. این چی میشه؟ Quadra kill.
Dominating. Unstoppable. Rampage. بچه‌ها یه نوع دیگه هم میتونین بگید. ناکن زاویه مختلف داره. مثلا شما این ور بودین، ناکن از این سم بکشین. دقیقا ایمتون رو قشنگ به ایمت میشه. چی میگی؟ حواستون به ایمت باشه. ناکن زاویه انمیتونه ببینید. مثلا شما این ور بودین، انمیتون داشت به سمت چپتون حرکت میکرد. شما چپ بکشین. ناکن من داشتم بهتون میگم. ناکنین دایر وان. خب اگر صاف مثلا یخ داره بود، شما این ورش بودین چرخشی بکشین. خب یه نوع دیگه هم میتونین ناکن این دکمتون رو بکشین پایین، بعد چرخشی بکشین. میشه بچه قشنگ ببینیم دیگه. امیدوارم به 8 دقیقه نرسیده باشه. بس ببینی آقا اصلا صاف نیم. مثلا من الان زاویم اینجا الان اینا خب کل صاف همه میشه آموزش های بیشتر پیج منو بزنیم تا ویدیوهای بعدا. خدا نگهدارتون.